سلام علیکم خانوم. سلام. خوش آمدین. بفرمایین. میدونم که فارسی بلدین. بله تا حدود بلدم. یه سلام علیک بکنین. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت همه شما و بینندگان عزیز. بنده کامیلا سلستینو هستم از کشور برزیل، شهر سائو پائولو. من در یک خانواده مسیحی کاتولیک به دنیا آمدم. تقریبا 10 سالم بود میرفتم کلیسا که اونجا درس دینی بخونم و چند تا نکات اونجا یاد گرفتم که باعث شده که من از دین مسیحیت یعنی سرد بشم. چند تا چیز قبول نمی کردم. یعنی مثلا میپرسیدم از پدر روحانی که چرا به حضرت عیسی میگین فرزند خدا؟ ایشون در جواب میگفتن که خب حضرت مریم با یک معجزه در حالی که شوهر نداشتن باردار شدن و به خاطر همین ما میگیم که حضرت عیسی فرزند خدا. بنابراین من از ایشون پرسیدم خب حضرت آدم چی؟ نه پدر داشته نه مادر داشته. این همین معجزه ما میتونیم حتی بگیم که عظیمتر هست اگر حساب بکنیم. دوچار تناقض شدین دیگه. عقل من نمیتونست بپذیره. یعنی چی؟ چجوری مثلا حضرت عیسی هم خود خدا هم فرزند خدا؟ اینجا دیگه من کلاً دین مسیحیت رو ول کردم و خانواده من خیلی ناراحت شدن از این موضوع. خانواده متعصبی هم داشتین خانم؟ آره بله. اونها حتی تو خانواده ما مثلا تو نسل ما به پاپ هم میرسه. یعنی اجدادتون پاپ هم داشتین؟ بله. یعنی خیلی مذهبی هستن. پدر مادر بزرگم وقتی دعا میکرد با خدا صحبت میکرد حجاب میپوشید و با خدا صحبت میکرد. خب من تصمیم گرفتم که دیگه من نمیخوام مسیحی باشم، من میخوام بدون دین باشم و اصلا خدا را قبول نمیکردم. در سن 17-18 سالگی رفتم یه منطقه که اونجا لبنانی نشین خیلی زیاده. یعنی شما تصور بکنید تو خود لبنان ما تقریبا 7 میلیون لبنانی داریم ولی تو برزیل ما 10 میلیون لبنانی داریم. یعنی بیشتر لبنانی داریم تو برزیل. و من بسیار متنفر بودم از مسلمانان. یعنی تا اینجا این سیری که گذروندین هم از مسیحیت رو گردانین هم از اسلام، کلن آتئیستین، بی خدایین کلن. اصلا خدا رو قبول نمی کردم. خب خیلی ممنون لطف کردید. باید گفت مسیحیت نه این مسیحیتی که اون چه که دیدن تناقضاتی که دیدن. بله. قد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. بله. اون ثالث و ثلاثه رو دیدن. خب تناقض داره. بله. رفتم اونجا با یه آقا صحبت کردم. ایشون گفتن بله ما اینجا نیاز به کسی داریم، شما اگر میتونی فردا شروع بکنین. گفتم باش. یا سر کار. آره. بعد خب من میدونستم که ایشون مسلمان بودن و به خاطر همین خیلی دقت میکردم به رفتارهایشون. متاسفانه تبلیغات بر علیه اسلام اونجا تو برزیل خیلی زیاد انجام میدن. تصور ما اینه که دین اسلام دین خشونته. تصور میکنیم که زن در دین اسلام هیچ جایگاهی نداره و که وقتی یک پدر متوجه میشه که فرزندش دختر احساس بدبختی میکنه. همین تصور من بود. اما وقتی که این آقا رو دیدم چجوری ایشون با خانومشون رفتار میکنن، با دخترشون. ایشون 3 تا پسر داشتن و 1 دختر. نسبت به دخترش خیلی مهربونتر رفتار میکردن. به خانومش خیلی محبت میکردن. لقد جاءكم رسول من انفسكم رسول من انفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحیم. در عین تنفر از اسلام ولی کنجکاو هم بودین که بدونین چه خبره. دقیقاً. بعد خانوما که می اومدن سلام علیک می کردن، یعنی احوال پرسی، ایشون هیچ وقت دستشون نمی گرفتن، همیشه دست خودشون می آورد رو سینه‌شون، می گفتن که ببخشید ارزش شما خیلی زیاده، من نمیتونم دست به شما بزنم. آفرین. این چیزا باعث شده که من بیشتر کنجکاو بشم. آفرین. بعض روزا لباس سیاه می پوشید، آب نمیخورد، غذا نمیخورد، تا اینکه یه روز من رفتم دفترشون، دیدم داشتن یه چند تا حرکات انجام میدادن، خیلی کنجکاو شدم، گفتم برام بپرسم چیه. بعدشون گفتن من مسلمان هستم، پس من باید روزانه 5 بار نماز بخونم. بعدشون یه کتاب آوردن و به من هدیه دادن که اسم این کتاب پیغمبر اسلام و اهل البیتش. وقتی که من این کتاب رو باز کردم، سوره توحید به زبان پرتغالی خوندم و همه اون سوالاتی که من داشتم جواباشو همون تو اون چند تا خط پیدا کردم. احسنت. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله. یعنی ما الان باور کنیم یه آدم ضد دین، ضد خدا، اصلا ضد خدا، دین کجا بود، کلن با خوندن یه سوره توحید متحول میشه؟ بله میشه، و مخصوصا عشق به اهل البیت، چون خب این کتاب تاریخی بوده و من خوندم و به داستان امام حسین و کربلا رسیدم و اونجا واقعا من نمیتونستم بجنگم با خودم، من تسلیم شدم، من عاشق اهل البیت شدم، من عاشق امام حسین شدم. وقتی من داشتم اون کتاب رو میخوندم، من یادم تو مترو بودم و خیلی گریه میکردم و من متوجه نمیشدم که چرا من اینقدر دارم گریه میکنم برای یک نفری که من ندیدمش، نمیشناسمش. بعد همین صاحب کار من ایشون گفتن که هر شیعه یه پاره، یه زخم هست تو قلبش که وقت که اسم امام حسین رو میشنوه نمیتونه تحمل بکنه. و من همینجوری بودم. من کسی بودم که وقتی که آمریکایی ها وارد شدن عراق میگفتم که همه مسلمانان اونجا باید بکشن، ولی عشق امام حسین من رو آورد به این سمت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. شما گره خوردی با قرآن اهل بیت، بعد چی شد؟ من موندم، گفتم چجوری من به خانوادم بگم که من میخوام مسلمان بشم. 6 ماه بدون اینکه هیچ کسی بدونه من در مورد دین اسلام تحقیق کردم، جستجو کردم. قرآن رو آوردم جلوی مادرم، گفتم مادرم من میخوام مسلمان بشم.
مادرم میپرسه که مسلمان چیه؟ اسلام چیه؟ من گفتم این کتابی که شما داری میبینی اینجا در مورد حضرت عیسی حرف میزنیم. ما یه سوره داریم به اسم مریم. تنها زنی که اسمش آورده شده در قرآن حضرت مریمه. وقتی که من اینو به مادرم نشون دادم، مادرم قبول کردن، پدرم همینطور. خیلی خوشحال شدن که من دوباره با دین شدم و خدا قبول میکردم و حتی مرا برای نماز صبح بیدار میکرد. در اینکه خودش نماز نمیخوند. وقتی من میخواستم محجبه بشم، مادرم گفتن که حضرت مریم حجاب داره، چرا شما نمیتونی داشته باشید؟ آفرین. در قید حیاتن مادر؟ نه 2 سال از دنیا رفتن. خدا رحمتشون، خدا رحمتشون، روحشون شاد. خیلی ممنون. روحشون شاد. مسلمون شدین خانم سلستینا؟ من مسلمان شدم. بعد وقتی من مسلمان شدم، حاج آقا که اونجا بودن گفتن که خب معمولا وقتی یک نفر مسلمان میشه یه اسم برای خودش انتخاب میکنه. شما چی؟ من گفتم هیچ اسم مد نظر ندارم. ایشون گفتن که خب من ببینم اینجا تاریخ تولد شما کیه. گذاشتن اونجا و نیمه شعبان به دنیا اومدم. به خاطر همین اسم نرجس برای من انتخاب کردم. به 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 شد نرجس سلستینا. خب من حالا تو برزیل هستم، میخواستم بیشتر در مورد دین اسلام یاد بگیرم، ولی چجوری؟ ما هیچی نداریم اونجا، یعنی 10 سال پیش هیچی نداشتیم. عجیبه. هر کتاب که بود اونجا به زبان پرتغالی من خوندم، ولی من تشنه علم بودم، میخواستم بیشتر یاد بگیرم. چیکار کنم؟ اینقدر خوندم که وقتی من میرفتم مسجد و متاسفانه 10 سال پیش مسجد فقط مجالس به زبان عربی بود، یعنی هیچی به زبان پرتغالی نداشتیم. خانمایی که برزیلی بودن می اومدن و من به آنها یاد میدادم، حتی تونستم چند نفر از آنها مسلمان بکنم. وقتی که یکی حاج آقا که ایشون ایرانی هستن اومدن برزیل، ایشون گفتن من برای برزیلی ها اومدم اینجا که ما یه مرکز اسلامی تأسیس بکنیم و دوست دارم شما برید اونجا و به من کمک بکنید که به دیگران دین اسلام یاد بدیم. و ایشون گفتن خب شما که اینقدر تشنه علم هستید چرا نمیرید ایران اونجا درس بخونید؟ من واقعا خیلی میخواستم بیام ایران، ولی نمیتونستم مادرم رو ول بکنم. بعد از یه مدت مادرم با خبر شدند که چنین پیشنهاد دادن و با من دعوا کردن، گفتن که چرا قبول نکردی؟ من تنها نیستم، پدرت هست اینجا، خواهرت هست، من دوست دارم شما برید اونجا. وقتی که مادرم قبول کرد من دیگه گفتم چشم، من میرم. حالا 7 سال هست که من اومدم ایران و خیلی سخت بود، چون من زبان فارسی اصلا بلد نبودم و تنها اومدم. شد 40 من رفتم برای پیاده روی امام حسین علیه السلام. خب از نجف شروع میکنیم دیگه. اومدم نجف، ولی چون با کاروان رفتیم گفتن که نه ما اجازه نمیدیم، شما الان برید زیارت امام علی علیه السلام، اول بریم پیاده روی بعد برمیگردیم. یعنی من به خاطر امام حسین مسلمان شدم و اولین امام که من گنبد طلایی شدیدم و بهشون سلام دادم امام حسین بوده. حب الحسین حب الحسین حب الحسین حب الحسین حب الحسین
وسيلة السعداء به 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 به. وضياء قد عم في الأرجاء سبط 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 تفرع منه نسل المصطفى سبط توسع فيه سبط سبط نعم تفرع منه نسل المصطفى فهو الكريم جانم. ابن الكريم فهو الكريم ابن الكريم وجدته خير الأنام فهو الكريم فهو الكريم ابن 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 الكريم الله حب الحسين حب الحسين شعف البرازيل خانوم بالاخره میگین چجوری ازدواج کردین؟ قصه چی شد؟ اومدین ایران بله. زیارت امام حسین، اولین گنبد. میدونین چی میفرمودن؟ که آقا من تو ایران بودم، مثلا اول باید میرفتم مشهد امام رضا، ولی تقدیر این بود که اول برم زیارت امام حسین و بعد بازگشتین. 40 بوده دیگه احتمالاً اون بازگشتین، هنوز اینجا ایران ازدواج نکردین. نه، خب برزیل که بودم یه ارتباط خاصی با مسجد جمکران گرفتم. وقتی که من اومدم ایران هیچ وقت اصلا تصور نمی کردم که یه روز من نزدیک مسجد جمکران زندگی بکنم، ولی بیشتر از این با یک خادم مسجد جمکران ازدواج کردم در خود مسجد جمکران و خونه من با خود مسجد جمکران 800 متر فاصله داره. ماشاءالله ماشاءالله. و شرط ازدواج ما اینو من گذاشتم، گفتم حتما باید زبان پرتغالی یاد بگیرن اون که آقا. کمک که کمکم بکنن طبیعتا مهربون بوده. کمکم بکنن که من در برزیل بتونم دین اسلام رو تبلیغ بکنم. چند تا فرزند دارین خانم سلستینو؟ ما یه دونه فرزند داریم، یه دختر کوچولو به اسم فاطمه. ماشاءالله ماشاءالله. فاطمه هم اینجاست. فاطمه میای پیش مامان؟ فاطم بدو بیا فاطم از بنت اون بر. الرسول فاطم فاطم هي البتول فاطم فاطم بنت الرسول فاطم فاطم هي البتول. خب خانم سلستینو دوست دارم برگردین این تصویر پشت سرتون رو ببینین. برگردین. يا صاحب الزمان. صاحب الزمان.
و عجل فرجام زور آقامون انشالله نزدیک بیاد. خبر آمد خبری در راه است، سرخوشم دل که از آن آگاه است. شاید این جمعه بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید پرده از چهره گشاید، شاید دست افشان پای کوبان میروم بر در سلطان خوبان. میروم بار دیگر مستم کند، بی سر و بی پا و بی دستم کند. میروم که از خویشتن بیرون شوم، در پی لیلا رخی مجنون شوم. هر که نشناسد امام خویش را، در که بسپارد زمام خویش را. و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله. قبل از اینکه حسنین جان بگه، بهترین هدیه‌ای که از همسرتون گرفتین چی بوده؟ این انگشتر سنگ حرم امام حسین علیه السلام و واقعا با ارزشترین چیزی که من دارم، چون واقعا وقتی من این هدیه رو گرفتم من متوجه شدم که من میتونستم به هدفمون برسون که همون تبلیغ دین اسلام در برزیل، و متوجه شدم که واقعا خدا به من یه هدیه خیلی بزرگ به من داده که همین سرگرد است. خوشبخت باشی. خب مدام این که آقای حمیدی دم شما گرم. همسرشون هم روحانی هستن هم انگشترساز هستن. من یه تیکه سنگ بزرگ بردم از قبر شریف حضرت مولا ابوالفضل العباس بردم براتون، انشالله که حاج آقا براتون بیشتر انگشتر بسازه، برای ما هم بسازه که در 40 شما را اونجا ببینم. و این هم دعوتی هست برای زیارت کربلا، هم برای شما هم برای دخترتون هم یعنی برای کربلا مهمونشون کرد. بله انشالله. به خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من همیشه اینو میگم، من هر سال باید برم کربلا وگرنه من مریض میشم بدجور. پارسال نتونستم برم و واقعا این هدیه شما خیلی با ارزش هست. الحمدلله. خیلی ممنونم حسن اینجا، خیلی ممنونم ازت. خیلی زنده ممنون. باشی، زنده باشی.